آفساید شوت گل. حداقل این دست رو دماغمون نکنیم. چه بوی وحشتناکی داشت. حال می‌کردی کیلو باید میتونی گل بفروشی. چرا نمیتونی؟ همچه قانونی وجود نداره. روغن میریزین گاز رو روشن میکنین. بار بابا پشمک. بار بابا میزنم میبندمش به چوب. اوه چه خوردی؟ چه خورد؟ سلام رفقا، چطورین؟ دوستان ما اومدیم با اولین ویدیو چنل سیناسوگی. امیدوارم خوشتون بیاد، دنبالمون کنید. اینم اولین چالشمونه، نگاه کنید. آره دیگه اولین چالش چیه؟ بینبوزلا. بینبوزل. آها اون چیز بوده، اون شیپوره. چی بود؟ جام جهانی 2006 بود، 2010 بود. بوبوزلا بود. این چالش 5 ثانیه رو بگیریم. یه سری آب نباته که هم طعم خوب داره هم طعم بد. بعد بیفته ماهی مرده، اسموتی توت فرنگی و موز. یکیش بلو یا بالاتر. این ادیشن جدیدشون زدن واسه کریسمس زدن. آماده ای؟ آها دیگه داره شروع میشه. آره آماده اید که ببینید سوگندا میخوام به خاک و خون بکشم. این اولین چالش سیناسوگی. ببین اول کامل سوالو بپرس بعد اینو بزن. من ریلود کردم یه بار. 3 تا چیزی که میخندونتت. تئاتر، سینما، فیلم کمدی، صحبت خنده دار. اول کامل خودی بپرس بعد اینو بزن. 3 تا وسیله سرمایشی. کولر، پنکه، باد بزن. قبول. اینا رو دکوری گذاشتم. 3 تا چیزی که توی خونه جا میذاری. دست کلید، کیف پول، موبایل یا سویچ. اینجا میخوام ناک آوتت کنم. 3 تا اصطلاح فوتبالی. برو سوگی. چرا استارت نمیشه؟ سانتر، آفساید، شوت، گل، دست هورا. 3 تا کاری که نباید توی مصاحبه کاری انجام بدی. حداقل این دست رو دماغمون نکنیم. لباسای تمیز بپوشیم. این بازی کن. برسیم به بحث هیجان انگیز این بازی. اولیش متاسفانه گریبانگیر من. بله این اپلیکیشن اینجوری میزنی رو. نه اینجوری میچرخه. کنی چی باشه؟ پاپکورن کره‌ای. اوه یا توتی فروتی یا ستینکی ساکس. توتی فروتی سرچ کردم یه سری پاستیل اسمش توتی فروتی بهش میگن، یا جوراب بوگندو یا کدوماست؟ ایناست. سفید خالخال پشمی. نه اینو جوراب بوگندو رو بردار. دستمالم به نظرم در بیاد، ادامه نداره. گاز بزنی طعمش میزنه بیرون. نه قبلا میک نزدی که. چرا جومه داشت؟ رفقا من رفتم. کردیش چه هست؟ خوبه واقعا. عالی. خوشمزه است؟ خیلی میخواه بدم بذاره. خیلی خوبه. میخواه نام بخواه دونه؟ نه. 3 تا جانور دوزیست. لاک پشت، پنگوئن، چیز نه الیگیتور. دیر گفتم. نه خیر من نمیبردارم واقعا. تمساح دیگه. چی میگی؟ باشه تایمت گذاشته، من یه ذره تایمو دیر دادم. بابا الیگیتور دیگه. نه تمساح خودمون موجود سبزه دیگه. این اپش کو؟ اون موجود سبزه که هم میره تو آب هم میره بیرون. خوب میگی، الان داری خوب میگی ولی تایمت گذاشته. خب کاپوچینو یا لیور اند آنینز یا جیگر و پیاز. خوب افتاد بهترم قهوه‌ای ها. کاپوچینو. وای الان این کاپوچینو هم واقعا دلم میخواد. آره اینو گذاشتم چرا کنار. قهوه‌ایش فرق داره؟ بخورم من چجوریه؟
پیازش میزنه بالا یا نه؟ نمیتونم درش خوشم. کاپوچینو میدی؟ کاپوچینو ای بابا خیلی هم خوشمزه. بکنم دوستان این واسه کریسمس اصلا بعداشون نذاشتن همش خوبه. یس خیلی خوشمزه بود. نگاه 3 تا خوراکی یا غذا که میشه توی تخت آورد. چیپس، پفک، خوراکیه دیگه. برنج و مرغ، برنج و گوشت من میارم همه رو میارم من میخورم. بابا 3 تا خوراکی چیه؟ 5 تا خوراکی گفتم. وای خیلی خوشمزه بود. این هنوز مزهش هست. آره نمیدونی برای من چه خبره. واقعا باحال بود. 3 تا وسیله اندازه گیری. متر، خطکش، یکی اون ولی چیزی شد تایم تموم شد دیگه. میشه بگی به غیر از متر و خطکش چی؟ گونیا خطکش نمیخوام بخورم. نه سوال بابا من میخوام پاپکورن کره یا تخم مرغ گندیده. وای تو خوب گندیده. همه چیز شرایط آزادانه هم میزنی. خوب میاد با خیلی هست. وای واقعا تو خوب گندیده بیاد چیکار کنه؟ نه نمیاد بچه و قورت بدی یا من نه بزی بیرون وسطش بالا میارن دیگه هم ریالیتی بالا میارن. جلو دوستان سفیل داری میخوری؟ ها اوه با تخم مرغ میخوری چه بوی وحشتناکی داشت. حال میکردی وای رفقا راست میگی ازش بد. میخوایی خمیر دندونشو بهت بدم؟ تو سپیس کدوم یه بوی بدی داشت آب بده بهم. وای اینم آب. وای سلام میدونم. نه تا چیزی که اگه میتونستی با حیوونا صحبت کنی بهشون میگفتی. خوبی قربونتون برم. چقدر شما مهربونی، چقدر خوشگلی، چقدر بامحرمید. من اینا رو بهشون میگفتم چون واقعا حیوونا جایگاه ویژه‌ای دارن تو طبیعت. دست بزنی به خالشون. واقعا خب یه چیزی که روی نون توست پخشش کردی. کره نمیزنی؟ کره، مربا، شکلات صبحونه، عسل. خیلی راحت بود سوالم. به نظرم این سوال هضمش می‌کنم. نه تا کاری که برای سرخ کردن کسی انجام میدی. روغن میریزیم، گاز رو روشن میکنیم، سیب زمینی میریزیم توش سرخش میکنیم، گوشت میریزیم، مرغ میریزیم. همین. برای سرخ که قبول نیست. چرا؟ بخوای یکی رو سرخ کنی چجوری سرخ میکنی؟ یعنی چی یکی رو سرخ؟ آدمیزاد رو سرخ کنم؟ آره دیگه. من اصلا سوال درست متوجه نشدم. بریم سوال بس بعدی. بخور. نه سوال اصلا اشتباه بود. گفتم یعنی اگه آدمیزاد رو بخوای یه سرخ آدمی کنم؟ رو سرخ کنی چی کار میکنی؟ آتیش روشن میکنم، یه منقلی به پا میکنم، حیثم. میذارم شد. میبندمش به چوب و قشنگ ولی سرخ نمیشه. احساس کنم ایزون نمیشه. دیگه بپرس. 3 تا ببین سر خورده بچه ها. حالا اگه بگیم حالا بذار ببینیم چی میشه. 3 تا چیزی که میتونی توی پرس دیگه. 3 تا چیزی که میتونی توی دماغت بذاری. گوش پاکن. خمیردندی چرا؟ خمیردندی چرا باید تو دماغم چیزی بذارم؟ این سوالیه. ناره یا اولد باند قدیمی. خون میخواد بخوره این بازیکن. خون مونده کثافت. انار کردم گلپه رو بیار. نه جیگری میخوام. 3 2 1 خیلی قرمزه. دیگه نمیتونی عوض کنی. چجوری بود؟ طعم باند میداد. راست میگی؟ چجوری یعنی؟ بابا خیلی بد بود. خیلی بخور ببین چیه. پرتش کن میره تو. آبو بده. اگه خوردی تا حالا باند خونه. دیدی بوی میده. اون طعمش اومد تو دهنم. باندا بودن صورتی طور بودن. زخمون یعنی گرفتگی و زخم و اینا رو باش میبرد. بعد از این توسی هم تش میزنی. توسی؟ تا اینجوری داره یکی رو به این گیره طوره. گفتم این سوال
بده من کارتو ساخته. شما 3 تا کشوری که با کی شروع میشه رو بگو. کشور کرواسی، کانادا، کوکیلیو کوکیلیو و باید بویرا. نه آفرین. به نظرتون چیه؟ چیه؟ مارشمالو بچه خرچوسونه باید بخورم. یا. توستد مارشملو اور ستینک باگ. وای قراره چوس بخورم. چوس هم یکی خرچوسونه است دیگه. من احتمالا بود. یعنی دهنتون چوس میده. باره دیگه. اوه چوسو خوردی. چوسو خورد. هیچکی تا ندونسته بود چوسو خورد ولی سوگند تونست. سوگند چوس خورد. آب خدمت شما. وایسا یه دقیقه. لف میده. رفت بله جوریه دیگه. گهی زین به پشت و گهی پشت بزین. وای من خیلی نظر چی بود؟ وای کجا اونم میده؟ رفت بیرون. مثل بریم همیشه. نوبت منه. نمیشه وسطش چیزی بخوری. دارم الان داره برم میخوره. شیرینی میخوری. اوه تو هم میخوای بخوری. بگو. 3 تا کاری که اگه به عنوان جنس مخالف بیدارشی انجام میدی. صورتمو میشورم، موامو شونه میکشم، دماغمو خالی میکنم. دیرتر گفت. بابا بکن 10 میانه تا بوقش اومد. تو به عنوان جنس مخالف بیدارشی حالا دماغ حتما تو باید- حالت عادی. باشه همه یه سری کارا مشترک انجام میدن دیگه. منم همون کارا انجام میدم. دختر نباید دماغشو خالی کنه. دختر دماغش خالی میکنه ولی کار جذابی که یه پسر نتونه انجام بده. چی کار مثلا میکنه دختر؟ چی گفت؟ یه ذره حالت بعد سوالی آسونم بپرسم. مرسی. 3 تا عضو بدن با پ. پا خب چی ولش کن، اصلا یه بعد میخوام اصلا جواب بدم. پشت پا پشت عضو پشت یه عضوه که جدیدن به رسمیت میشناسن. بابا چی پشت پس کله پس پاشنه. کله؟ آره پس کله عضو پاشنه من. رو میپذیرم. آره راست میگی. اگه سومی خودش پس بی راست میگه. همون چوس هست میخوری دوباره. نه بابا. بکنم خوشمزه. چوس قسمت تصامیه ببر. دوباره ببر. به خدا اینو باید بخوری شما رو قسمتت بشه. باز هم میخواد چوس بخوره. با فرق داره. ماش میدونیم. بخوره کامل معلوم شه. منم بیاد درست نفهم. چه شب چوسی شده میشه. امشب یادت نمیاد. شب شب رویایی شده واسه. به نظرم سوگند اصلا فر بازی نمیکنه. احساس کنم قبلی مارشملو بود. اوه چه خوردی؟ چه خورد؟ 3 تا چیز عجیب غریب که ته استخر پیدا میکنی. مایو ممکنه باشه، عینک، کلاه ممکنه بدیم. سینه یاد نمیگیم میپرسیم. چرا؟ خب جواب دادم. 3 تا فحش مؤدبانه. آشغال، نه اینا محسوب کثافت، نمیشه. اینا بازم بی‌ادبیه. بی‌ادب، نه پررو. مثلا کمپوشو میتونم بپذیرم. برو بابا. مثلا چی بگو؟ نمیخوره. بابا این چه فحشیه؟ فحش داری میدی. 3 تا فحش مؤدبانه. بی‌ادب، پررو. خب بی‌ادب. اینا مؤدب میخوایم غیر مؤدب نه، بگم بی‌ادبو ایناشو می‌پذیرم. بوق میذارم. اینا میشه بی‌ادبو میپذیرم. بگو دیگه 2 تا دیگه بگو. ادب، خب زشت، بد. مرسی. دوستان فکر کنید میپذیرید واقعا. اگه نمیپذیرید کامنت کنید که سری تو داد ازش قبول کامنت نکنم. واقعا تو کامنت بگین که من خیلی بهتر و فرتر دارم مثلا. آره، هر حتما کی میگم. میگه سوگن فر بازی میکنه بنویسه سوگن با قلب بنامش. به نظرم داری یارکشی هر کی میکنی. میگه سینا بنویسه سینا با قلب آبی. ببین سر این سوال کارت ساخته. بپرس.
3 تا کاربرد غیر معمول با کره بادوم زمینی. کره بادوم زمینی غیر معمول وایسا. یعنی چی؟ 1001 وایسا بابا 1002 وایسا وایسا اصلا سوال 1004 مسخره 1005 با خدایی باید بخور تو ماجرا. زمینی با با هم کره میگی بادوم تو زمینی میکنی تو گوشت باش، گوشتو پاک میکنی، میزنی به بدنت باش، آفتاب میگیری. برو بخور غیر معموله دیگه. اوکی. آبی اومد بابا بلوبری. نه، چرا نه، نه بلوبری یا خمیر دندون میشه خمیر دهنه بود دستشو بدی من بخورم؟ به کارت میاد الان واقعا خب این چیه؟ دیگه و شانست هم خوب باشه خودم واسم این فرق جفتش نمی‌کنه. اوکیه. چیه؟ خمیر دندون 3 تا کارتون با پ رنگ صورتی، پوکوهان، پوکوهان چه کارتون پشمک. بزن پشمک کارتون نیستش خب بیا بزن. بخوریش نامه کودک پشمک. پشمک تویز کارتون نیست این اصلا بود. ایده ساخته بار بابا پا پشمک برو بابا آرزوم لحاظ گفتم. خودت بگو. من باز تو ترک کردم پینوکیو پلنگ صورتی در شجاع وای حالا آفرین خوبم نه نمیاد. حقمه. استینکی ساکس اور توتی فروتی وای هرچی به من میخوره چرا بو داره؟ اوه استینکی ساکس رو خیلی دوست دارم بخوری چه بالا نیارم اینجا بذارم خواهی کنم. بنام طعمش خوبه یا نه دوست مثل که بعدش نیومده رفا بهادر 3 تا مکان اگه بخوای برای فرار انتخاب کنی. لب مرز لب خیابون لب جاده لب کار گفتم شگل گفتم بارو بابا چی؟ فرار میکنم ویدیو دیگه لب چک جاده می‌زنی. خب اگه بعد از اون تایم گفته بودی تو چالش بعدی مجازات هرچی نمیپذیرم دارم اینو بهت آفر میدم. آفر چیز شد ویدیو چک گذاشتی واسه ویدیو بعدی من 2 تا میخورم این آفر میدم خدای 3 تا شغل غیر قانونی شیشه بفروشی، گل بفروشی، کوک بفروشی. اینا همش یه شغله دیلر مواد فروشه چیزه من این نمیپذیرم شغل اینا جدا نمی‌فهم. نشون میده تو وقتی شیشه میفروشی دیگه نمیتونی گل بفروشی. چرا وقتی نمیتونی کوک همچه می‌فروشی قانونی دیگه وجود نمی‌تونی نداره که تو شیشه. نتونی 3 تا شغل شغل غیر قانونیه تو داری واسش قانون میذاری اونو ولش کن دوباره 5 ثانیه بهت خب من فرصت میدم گفتم یکیش هم میتونی بگی مواد فروش یکی دیگه شو دیگه حالا 2 تا دیگه رو باید پیدا کنی بگی الان داری فکر می‌کنی نداره برو بگی بپرس بله 3 تا چیز سیاه رنگ. لباس شلوار مشکی تیشرت مشکی کلاه مشکی خب اینا میشه لباس میشه. برو با هر کدوم 3 تا بگی چیز سیاه رنگ. تخته سیاه، میدی صفحه گوشی میدی وقتی سوال بعدی اگه قفله. بتونی جواب بدی مواد تو میری فروشی. مثلا نه، لباس اینا همش بخری میگه آقا به من لباسه. لباس بده تو میخوای بری دیلر بفروشی میگی آقا من مواد بده یا نوع مواد رو انتخاب. منطقی نبود این بده میگی منطقی نم کاملا منطقی بود. خب 3 تا خوراکی با ب ای خدا نمیتونه عجیبم غریبا گیرپاچ کرد بله بله از به بادمجون آشغال دماغ رو باید بخورم. من آب گلابی رو اینا همش همون انداموقع همش بده با دیگه برم. ویدیو اولی بود ما شروع کردیم رفقا قرار واسه چالش نودل تند بگیم. آها یه ویدیو قرار سینا جانو بذاریم بهش چیزای دخترونه رو نشون بدیم بگیم نظرش چیه. 3 تا کاربرد غیر معمول آناناس. آناناسو بریزید توی آشغالی آناناسو بذارید توی فریزر آناناسو بکنید تو کابینت گفتم بابا برو بابا خوبشو گوشم واسه خوده بارف حالت داشتی اون نه اصلا همیشه هلو مورد علاقم بود نمیخورم به خودم اینقدر ریختم نفری یاد نبید چشم بسته خوب و بدم دار. و این آخر ویدیو دوست این چی میتونه باشه؟ وای من یه یا کیک تولده یا آب ظرف کسی. آب ظرف کثیف بود که نخورده بودی اونم بخور
به تو چی افتاد؟ دم نکن دیگه. حس خوبی داری؟ و اینجوریه که ویدیو به پایان من میرسه. ناعادلانه اینو خیلی خوردم. من بازی بردم. اینجوری که چی خوردی؟ کیک تولد. مطمئنی؟ ظرفشویی میداد قشنگ این مایه کثافت. ظرفشویی که خوبه نه که که. بمونه واقعا خیلی بوی بده. آب ظرف مونده میداد. مثل که رفقا اینقدر مونده، اگه دوست داشتین پارت 2 اینو براتون بگیریم تو کامنت ها حتما بهمون بگید. بابا ممنون که تماشامون کردی. دوستتون داریم. لایک بچه ها لایک حتما لایک میکنن. لایک و سابسکرایب که یادتون نره. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. این به ما خیلی کمک میکنه، ما رو حمایت میکنید. ما قراره با کلی چالش خفن بیایم تو خونه هاتون. دقیقا همینطوره. مرسی که با ما بودیم. باشین خیلی بد. چقدر بوش بد. اصلا افتضاح بودم.